بگید. سلام علیکم. علیکم السلام. میبخشید مرکز اسلامی تو نه؟ بله. برنامه مستقیم است، اگر سوال داشته باشید مرحمت. میبخشید یک سوال داشتم که دولت جان گوسفند در وقتی ما ایدی کربونی میکنیم ما این مکاو زنگ میشیم. گوسفند در وقتی ایدی کربونی میکنیم میکشیم ما میتونیم که حق داره که هم ترازو کیلو بکشیم چند قدر کیلو میاد مثلا. خب دیگه اون چیز خریداری را تخمینی خریداری نمیکنی، انیق میکنی، درست است. یعنی چی قربانی چی غیر قربانی وقتی که شما خرید و فروش میکنید، خرید و فروش قاعده دارد، موافق شریعت باید که انیق کنید بخرید. ولی شرط نیست که تخمین، یعنی تخمین بزنید که حالا دیگه همین قدر است، یا که هر چیزی که صاحب مال گفت که گوسفندی من فرض کردیم 4000 یا 2000 یا 1000 شما باید حتمی باید رو قبول کنید. نه ممکن است حتی بگوید که من قربانیت رو کیلو میکنم بعد شما رو میدیم، یا وقتی که طرفین اتفاق میکنن یعنی درست میشه. این خرید و فروش موافق شریعت درست است. که خصوصا قربانی باشد درست است که زنده، یعنی زنده وقتی که بالای ترازو میگذارد، حالا متخصص یا قصاب یا که خرنده و فروشنده مال و این گاو یعنی چاروا میداند که اگر وزن زنده چقدر باشد بعد گوشت شدنش چقدر میشود، این رو انیق میداند. موافقی همین اگر نرخ کند درست است، لیکن باید که قربانی رو پیش از اون که قربانی میکند حتمی باید مبلغش رو داده باشد، یعنی قرض نگیرد قربانی کند و بعد یعنی قربانی رو از حساب قرض کند، درست نیست. حتمی باید مبلغش رو داد بدهد و کدام نمودی که موافقه کنند یا در شکل که چند کیلو میبراید یا در ترازو چند کیلو میبراید، یعنی هر دو نمودی سودا موافق شریعت درست است، چی قربانی باشد چی غیر قربانی. شما از مکه زنگ میزنید؟ بله دیگه سوال دارید؟ خدا خیر برکت زیاد دهد. همه حاجی‌ها را از نام ما سلام میگوید، در حق ما هم دعا کنن حاجی‌ها. امید دعا داریم از شما. در اونجا فرد روز عرفه روز اجابت دعا است، حتمی در حق ما و در حق ملت، در حق دولت، در حق وطن، خصوصا پیشوای ملت و تمام شخصان دلسوز این کشور این ملت، همه حاجی‌ها رو خواهش کنید که دعای خیر و برکت بگویند در حق مفتی و همه خادمای دین و همه ملت و دولت و وطن و سرور دولت و پیشوای ملت، همه غمخورای این کشور این ملت، یعنی دعای خیر و برکت بگویند. بسیار التماس دعا. خدا خیر و برکت ایجادتون دهد و برایتون پروردگار مبارک بگرداند، دعاهایتون رو پروردگار مستجاب بگرداند. سلامت باشید. دیگر سوال ندارید؟ نه شهادت جان سلام علیکم. شهادت رحمت ایشون موفق باشید سلامت باشید. یک مسئله دیگه در ذهنم اومد، در بعضی گمان میکنن رو وقتی که بازار رفتید گهواره خریدنی شدید باید که نرخ نکنید. تو صاحب گهواره گفت که 100 تومان باید 100 تومان بخرید، 500 تومان 500 تومان بخرید، 1000 تومان 1000 تومان باید بخرید. اگر نگفته اون رو نکنید چی؟ اون که مدت به اقبال میشد که چی میشه؟ این اساس شرعی، یعنی اساس شرعی واقعی نداره. هر چیزی که هست نرخ میکنید، نرخ با نرخ واقعی بازار چندی که هست در عرف چندی هست میتوانید با همون نرخ اون رو خریداری کنید.